پادکست عزیز گوش میکنید. پادکستی که قراره حال دلمون رو برای لحظه ای هم که شده بهتر کنه. من لادنم. اپیزود شماره 1. سلام به همگی. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و هر جا که هستید سلامت باشید. به پادکست عزیز گوش میکنید. من لادنم. متولد تهران. ساکن کره زمین. ترس یه حقیقته. ترس، من و خلاقیت تصمیم گرفتیم این پادکست رو بسازیم. ولی این بار با ترس مشورت نکردم و ازش یه پل ساختم برای رسیدن به هدفم. امیدوارم شما در این راه با من همراه باشید. به قول عطار، تو پای به راه درنه و هیچ نپرس. خود راه بگویدت چون باید رفت. در ابتدا بد نیست یه معرفی کوتاه داشته باشم از خودم و از معلمم که در این راه هنر زندگی کردن رو به من آموخت. برای کسانی که شاید منو نشناسن، من لادنم. برادران. نقاش، فارغ التحصیل هنرهای زیبا. عاشق هنر و نقاشی. اما دیگه مدت هاست که نقاشی نمی کنم. چند سال پیش در سوشال مدیا با استادی به نام انوشا آشنا شدم که راه و رسم زندگی و هنر آن را به من نشان داد. نشانم داد که روزم را با نیت شروع کنم و شبم را با ژورنال کردن به پایان برسانم. او نشانم داد سعادت چیه و ریشه ناخوشی ما از کجاست. او به چشمان من عینکی تازه داد. او با عینکی تازه به جهان هستی می‌نگریست و به من نشان داد که ما افکارمان نیستیم و از ذهن به عنوان علت اصلی مشکلات نام می‌برد. و حالا من اینجام که با هم همه اینها رو تقسیم کنیم. هدف من از درست کردن این پادکست تقسیم کردن این آگاهی هست و به قول استادم باید همه چیز را به اشتراک بگذاریم و تک‌خوری نکنیم. و امید که در این راه طولانی با من همراه باشید و این پادکست خدمتش رو به شما بکنه. فکر کنم بد نباشه امروز با یه نیت اپیزود اولم رو به پایان برسونم. امروز من نیت میکنم که ببینم خودم را و با خودم طوری رفتار کنم که با کسی که عمیقاً دوستش دارم رفتار میکنم. در گفتار، پندار و کردارم.